به کوروش چه خواهیم گفت؟ اگر سر برآرد ز خاک، اگر باز پرسد ز ما چه شد ملک ایران زمین؟ کجایند مردان این سرزمین؟ به کوروش چه خواهیم گفت اگر دید و پرسید از حال ما؟ چه کردید برنده شمشیر خوش دستتان؟ کجایند میران سرمستتان؟ چه آمد سر خوی ایران پرستی؟ چه کردید با کیش یزدان پرستی؟ به شمشیر حق نیست دستی که بر تخت شاهی نشسته است. چرا پشت شیران شکسته است؟ در ایران زمین شاه ظالم کجاست؟ هواخواه آزادگی پس چرا بی صداست؟ چرا خاموش و غم پرستید های؟ کمر را به همت نبستید های؟ چرا این چنین زار و گریان شدید؟ سر سفره خویش مهمان شدید؟ چه شد ارق میهن پرستیتان؟ چه شد غیرت و شور و مستیتان؟ سواران بیباک ما را چه شد؟ ستوران چالاک ما را چه شد؟ چرا ملک تاراج می شود، جوان مرد محتاج می شود؟ چرا جشن هامان شد عزا، در آتشکده نیست بانگ دعا؟ چرا حال ایران زمین ناخوش است؟ چرا دشمنش این چنین سرکش است؟ چرا بوی آزادگی نیست های؟ بگو دشمن میهنم کیست های؟ بگو کیست این ناپاک مرد که بر تخت من این چنین تکیه کرد؟ که تا غیرتم باز جوش آورد، ز گورم صدای خروش آورد. به کوروش چه خواهیم گفت؟